سعی میکنم از اینجا بندازم که دقیقا وسط باشه و به نرندگی هم آسیب نرسه. وسط در وسط. اگه گفتم اگه برای نرنده باشه با یه دونه خط میاد پایین. یعنی هیچ کاری نداره. دقیقا از وسطش میاد پایین. ببینید دوباره نرندگی همین سمت میفته. سمت راست، از روبروی که نگاه میکنید سمت راست. خب حالا از کنار دوم اینجا یه مثلثی داریم تقریبا زاویه 60 درجه فرض کنیم. یکم کج میریم داخل هم یه خط داره. این خط رو بهشون نشون بده. یه خط از وسط داره. این خط رو بگید از روی همون خطه میریم پایین تقریبا. خب یه جایی میرسیم که داره در حال جدا شدن. اینجا میشکنیم که یه سمتش راستش باید بلندتر بشه. استخونش کمتره باید راستش بلندتر بشه. خب حالا دیگه از روی همین خطی که زدیم و میزان ما هم ببینید دقیقاً این مغز وسط راست است. ما 2 بار میزنیم و 1 بار نگاه میکنیم. نیاز به فشار زیادی نیست. ببینید خیلی راحت اگه خط رو خوب انداخته باشیم به اینجا نشون بده. ببینید دقیقا کنار همین خط مغز راسته ما میایم پایین. از این برم وسط و از پشتم وسط، از بالا هم وسط. دقیقا گفتم 2 بار که زدیم یه نگاه میکنیم. ببینید داره مایل میشه به سمت راست. دوباره من یکم میگیرم این بر. یه نگاه میندازم این بر این بر. بدونه که عجله کنم دوباره نگاه میندازم. اینجا میرسیم به گوشواره فیله. گوشواره فیله رو میبرم. گوشواره فیله یه طرفش میبرم تا آزاد بشه. همچنان ما وسطم. ببینید اگه رها کنم هیچ مشکلی پیش نمیاد چون وسط رو دارم میزنم. دوباره میرم پایین یه نگاه میکنم. اینجا ببینید اینجا حالا من خودم اشتباه کردم بهتون نشون میدم. ببینید بعد این اولش رو من بد زدم. اینجا رو وسط گرفتم در صورتی که اینجا وسط. خب ولی اصل کاری اون پایینشه که باید درست گرفته بشه. همین فرمود میریم پایین. ببینید اگه دقت کنید داره میاد سر جاش. یه طرف مغز حروم هست یه طرف نیست. اینجا داره میاد به این میچسبه دیگه. از این به بعد راحت تر میشه. خب حالا به اینجا نشون بده. من خواستم اینجا نشون بده. ببینید دقیقا افتادیم حالا رو روال کارمون. دقیقا اینجا حالا دیگه خیلی مهمه این تیکش. دقیقا یه طرف پر استخونه یه طرف کم استخونه. حالا بهتون نشون میده. این استخون منظورم این ور استخون داره این ور نداره. این ورم نشون میده که اینجا وسط. دقیقا از اون ور نشون میده راحت‌تر. اینجا دقیقا وسط در وسط. این بره سنگینی هست. اگه بخوایم برای شروع بزنید بره نصف این هم خیلی
بهتر از اون. این تقریبا 40 کیلو. بعد باید 20 کیلویی باشه راحت بشه زد. خب من تا اینجا شو زدم. من اینجا باید چی نگه میدارم. من خواهم سرسینه رو بزنم. سرسینه یه خطی داره اینجا. از این بابه باشه اینجا یه خطی داره این وسط. دقیقا از روی این خط میام پایین. که با 2 تا یا 3-4 تا ضربه راحت میتونید بیاید این ور کنید که به پاد نخوره. این ور که به پاد نخوره. نه دیگه میباریم. دست ها زرد شد ولی خب